شاه سلطان حسین جنگجو نبود. او زاهد مآب، مذهبی، سوس عنصر و ناتوان در امور حکومتی و نظامی بود. خیلی زود لقب یخشیگیر گرفت، چرا که پاسخ مأمول او به تمام مسائل حکومتی همین کلمه بود. شاه سلطان حسین به سرعت و عمیقا تحت تاثیر مجتهدی به نام محمد باقر مجلسی قرار گرفت و پس از مدت کوتاهی با صدور فرامین مذهبی سختگیرانه ایران را به کشور مذهبی متعصب تبدیل کرد. عاملی که تا اندازه علت شورش‌های متعدد در مناطق سنی نشین کشور بود. به ویژه شورش‌های افغان‌ها در شمال شهر، شیروانیان و لزگی‌ها در قفقاز و کردها در غرب و شمال غرب. سرزمین‌هایی که افغانستان امروزی را تشکیل می‌دهند، به ویژه قندهار، هرات و کابل، عمدتاً میان ایران صفوی و هند تیموری واقع بود. افغان‌ها برخلاف اکثریت ایرانی‌ها سنی‌اند و شیعیان اکثرا در غرب افغانستان امروزی متمرکز شده‌اند. شورش آتی افغان‌ها فصلی دردناک از تاریخ ایران را تشکیل می‌دهد، فصلی که تا مغز و استخوان انسان را به لرزه در می‌آورد. در سال 1110 هجری قمری طوایف بلوچ در جنوب شرق ایران دست به شورش زدند و خیلی زود شروع به تاخت و تاز در منطقه کرمان کردند. شاه سلطان حسین گرگین خان شاهزاده گرجی را مأمور سرکوب شورش کرد. گرگین وظیفه